استفاده کردن از این سه تا اصطلاح میتونه طرفو به اشتباه بندازه که این فارس عرب چیه جریانش. مورد اول، وينك محمد؟ انا من زمان هنی. من زمان یعنی خیلی وقته. انا من زمان هنی، من خیلی وقت اینجام. یا مثلا انا من زمان ما شایفک، من خیلی وقت ندیدمت. انا من زمان راجع للبیت، من خیلی وقت برگشتم خونه. مورد دوم، علي وينه؟ تو واصل للمطار. تو یعنی تازه اون اتفاق رقم خورده. تو واصل للمطار، تازه رسیده فرودگاه. یا مثلا انا تونی رجعت للبيت، من تازه برگشتم خونه. انا تونی عرفت، من تازه فهمیدم. حالا فرق اون توه با تونی چیه؟ توی کپشن کامل بهتون توضیح دادم. و مورد سوم، اگه لك رضا ممكن تشغل المكيف لو سمحت؟ اي نعم الحين شكرا. لو سمحت یعنی لطفاً. هم میتونم ابتدای جمله به کار ببرم هم انتها. شغل المکیف لو سمحت، کولر رو روشن کن لطفاً. حالا این لطفاً میتونم اول جمله هم استفاده کنم. لو سمحت یه مکس اینجا داره ها. لو سمحت شغل المکیف. لو سمحت لا تتأخر، لطفاً دیر نکن. لو سمحت لا تصور، لطفاً عکس نگیر.